بسیار به سختی خانه پیدا کردیم. خانه سگ آمدیم اول از پارکینگ شروع کنیم و استودیوی خود گرفتیم با اتاق خود. ادامه تر میکنیم که شما ببینید مربوط به خانه رسیدیم. یه اتاق اولین اتاق نشان دادم، یه اتاق هم هست. اینی هم تشنام. یا آشپزخانه، تشنام. والا دوستا خانه بسیار به سختی خانه پیدا کردیم. چقدر رهنما را پولیدیم برو بیا تا که یک خانه پولیدیم دیگه انشاءالله بخیر جور میکنیم. شما رو در جریان میمونیم. حرکت کردیم بخیر که بریم پارکیت بخریم و ببینیم کدام دیزاین ها را داره. ما در این دکان آمدیم. دیزاین های بسیار زیاد مختلف داشته، رنگ های مختلف، هم ایرانی بود و هم ترکی. که ترکیش بسیار قیمت بودک، هم دیزاین هایش مقبول بود هم قیمت بودک. و در این دکان دیگه آمدیم، او دکان بسیار قیمت میگفت. در این دکان دیگه آمدیم دیگه میپالیدیم که کدام خوبتر میگیره، چون من در استودیو خود میگرفتم یک رنگ روشنتر کار داشتم. بیخی ایران مونده بودیم که کدامش بگیریم. ما دیگه بیخی گیج شده بودم. اگه گفتم او طرفش که شما میبینین، من اشاره کردم او طرفش ترکیه بسیار قیمت است، خوب بگیرند. سلام دوستان، امید جور باشین. شروع کار خانه است. آمدیم اول از پارکینگ شروع کنیم. خانه مکمل منظم شد، پارکینگ گرفته شد. اینکه ما میگیم فاینال کنیم و شما بگیم اینا چند درصد. و 30 دانه را گرفتیم. با اینی که میبینین اینا ما استودیوی خود گرفتیم با اتاق خود. با اینا با اتاق خود و اینا دفتریز و یک خانه دیگه. دیگه انشاءالله فاینال شما میتونیم از جیلیار میوانیم. سلامت. حرکت کردیم طرف خانه جدید که متر کنیم چقدر پارکیت نیاز است که همونقدر بگیریم. ادامه تر میکنیم که باز بخیر پارکیت هم اندازه بگیریم. یه اتاق را که شما ببینید مربوط به ما میشن که داخلش یه تشمام داره و بسیار خوب نما داره دیگه. و خیلی چون تخت میخرم استودیو خود جور میکنم، همه مکمل جور میکنم و شما ویدیو را میبونم. شما سماعت کنید، سبسکرایب، لایک یادتان نره.